خب برگشتیم با لنا، یکم آرومتر شده امیدوارم. و اینکه من آرومم. لنا من آروم. با کدوم یکی از دخترای مارکت حال میکنی و که گفتی با کدوم یکی از پسرای مارکت خیلی حال میکنی علاوه کاری؟ از لحاظ کاری اونا که باشون کار کردم منظورته یا اونا که کلا؟ و کلا مثلا بگی من با این آدم خیلی حال میکنم کار کنم، مثلا دوستم با این کار کنم. ام، این چند وقت با بچه های زیادی کانکت شدم که باشون کار کردیم. واقعا یکی بچه ها اصلا خفن‌تر و آقاتر. دلتر، واقعا خوب بودن. آره. و از کاری واقعا اصلا به مشکل نخوردیم، به شدت همگی خوب بودن، ریسپکت قائل شدن. با بچه وانتونز خیلی دوست دارم کار کنم. بانتونز. آره. و کنیس، با کنیس دوست دارم کار کنم و مهرات دیدنم که دیگه الماس. ایوه. تو بذار ببینم از رد واین چند وقت گذشته؟ باورت میشه نمیدونم، فکر میکنم خرداد بود گذاشتیم 4 رد ماه فکر واین. کنم، 4-5 ماهه. 5-6 ماه فکر کنم. آره دیگه پدر ما رو تو اینستا در آوردین دیگه. 5-6 ماه رو اکسپلورم. هی میزدیم هی بودی، هی میزدیم هی بودی. بعد من اصلا نمیرسم. بعد این تاگ داون رو میشناختم، مثلا خیلی سوال میگفتم خدا این دختره کیه، صداش عجیبی، من نشیدم، مگه میشه نشیده باشم این همه آدم میشناسیم. بعد دیگه فهمیدم که توی وقتی زیاد هی ریلز آمد بالا، فهمیدم که توی میشه نزدیک 4-5 ماه. تو 4-5 ماه ترکوندی واقعا. اینو بهت میگم چون حال میکنم کسی که مثلا یه کاریو کرده باید گفت، یعنی اینطوری نیست که مثلا نگیم چیه، دیدی بعضیا نمیگن و اینا، باید گفتش. و ممنونم ازت. دختر ولی قبل از تو خیلی داریم که کار کرده ولی مثلا چند سال کار کرده، تازه الان شاید 1-2 تا ترک از سر فیتایی که خب داده من شنیده الان شده خیلی باشه. وقته دارم کار میکنم، موزیک میدم. پارسالم موزیکام وایرال شد، مثلا ترامادول وایرال شد، کارهای با مهیاد وایرال شد. ولی مگا هیتم رد واین بود 100%. من مهیاد و سر کار با حسن بابا شناختم اگه اشتباه نکنم. یکی هم 5%. بیبی بجی آها نه آره بجایی 5%. فکر آها می‌کنم آره 5%. من فکرم میگی دوربینم 5% داره. یه لحظه نه 5% کار مهیاد فکر میکنم. اونم حسن بیادم نیست درست. آره تو هم ولی الان فالوش بجایی. کردی حسن رو، فکر کنم فالو داری. آره بله. آره میخوان کار کنید با هم، درسته یا نه؟ صحبتی نکردم. صحبتی نشده. بعد آرتیست هم که میخواستی و گفتی و آلبوم اینا رو هم نمیگی. یه آرتیست رو خیلی ازش تعریف کردی، پوریا پوتک، گفتی خیلی حمایت پوریا. میکنه. دقیقا چجوری شکل گرفت این دوستیتون، چجوری شدش؟ من پوریا رو خب از ایران با من در ارتباط بود و خب اینجا هم که اومدیم با اون در ارتباط بود و اینطوری بود. آها و یعنی دیگه پوریا از قبل از رد واین با هم دیگه صحبت کردین؟ آره او خیلی قبل‌تر. ایول. خیلی قبل‌تر. بعد الان داره کمک میکنه بهت؟ پوریا به شدت آدم ساپورتیویه درسته؟ و دمش گرم. خیلی هوامو داره، واقعا ازش متشکرم. و آره بعد این هوا اینطوری. رو داشتن شاید بعد بچه ها متوجه بشن. یه توضیحی از میدی یعنی چه؟ چی؟ یعنی که هوای منو داره اینا یکم شاید مثلا تو موزیک چجوری بهت کمک میکنه، اینو میشه یکم واضح‌تر بگی؟ خب پوریا، خب آرتیست اون اکثرا دیگه فکر کنم مشخص باشه. یه آرتیستی مثلا وقتی یه آرتیست دیگه رو میبینه که باش حال میکنه و کارش مثلا ریسپکت قائل، ارزش قائله، 100% میشنن با هم صحبت میکنن، میگه کارو بکن این کارو نکن مثلا. اینطوری هواتو داره که تو مارکت چجوری قدم آره برداری. اینو آره میخواستم متوجه بشیم ما آره مخاطبایی از که این دارن لحاظ دیگه میبینن. آرتیست که آره میشینه صحبت میکنه اینجوریه دیگه کلا. میدونم عزیزم، میگم که سوء تفاهم من واسه بچه ها بله پیش نیاد. نه من برای بچه‌ها میگم، شما رو که میدونم. آره توی دخترها دیس و دیسبازی داریم یا آره مثلا فکرم تیکه کمه ولی بندازین به هم؟ من اصلا با هیچ کی من همه رو دوست دارم.
همه قلب منن. به خدا. زرنگ بازی. نه من اصلا اینطوری نیستم. من کلا از دشمنی و مثلا دعوا اینا خیلی دوری میکنم همیشه و همه رو دوست دارم واقعا. الان تیکه انداخته یکی کسی از بهت؟ دختر آره. یا اصلا پسر اگر من باشی؟ انداخته باشه نه فکر نمی کنم. اصلا تا حالا من با کسی مشکلی نداشتم و ندارم. ایشالله که نخواهند داشت دوستان شما از سمت من هیچ وقت نخواهد شد. فارسی یادم رفت که چیز همه کنم فارسی تو مشکلات شعرات استفاده کردی. اینجا تموم آره شد. دیگه تموم شد دیگه کلی کم. ولی میگم من کلا آدم صلح طلبیم. خوشم نمیاد با کسی دعوایی داشته باشم یا مثلا مشکلی پیش بیاد. خوشم نمیاد کلا تو این اصلا فاز مثلا کسی نیست تو مارکت هیچ وقت نخوای باش کار کنی ته هیچ وقت دلت نکنم. مثلا بگی این آدم اصلا 1000 هم بشه تو مارکت اصلا نمیخوام باش کار کنم؟ از لحاظ شخصیتی پرسونالیتی منظورته؟ هم میتونه اون باشه هم میتونه موزیکیش باشه. موزیکی آره خب هستن کسایی که اصلا خب سلیقه است دیگه وایبش نمیخوره مثلا میشه به من. بگی؟ نه معلومه که نمیگم. میگم من اصلا حاشیه دوست ندارم. من میگه میشه فقط بگی مجازات ها رو که بچه ها واسه بازی ها من الان تو ذهنم داره میاد ای که وای. در آینده نه هر کاری کنی آخه خب مجازاتش ایناست. ببین من دوست ندارم دلیل نمیشه طرف کارش بد باشه. خب سلیقه همون من دیگه ما هم مثلا دوست داریم بدونیم که تو کیو دوست داری. اینجا واسه چی ما حال نمی کنم دیگه با یه سری موزیکای یه سری ممکنه آدم خوبی باشه مثلا اینطوری واسه من دوست ندارم بگم. شاید یکی اصلا بری به موزیک من رو چرت و پرت میخونه چی میگه بوک میشه فسکس ایرلاین من کتاب میشه نمیدونم فلان میشه خیلی هیت میکنن. خب ولی خب اونجوری منم با بقیه فرقی نمیکنم. پس هر کسی آزاد آدمیزاد هر کاری دلش میخواد انجام بده. بس به من ربطی نداره واقعا. کاملا درسته. یه نفر رو بخوای انتخاب کنی که کلا با اون آدم کار کنی تا آخر کریر کاریت؟ خودم. لنا جان داریم برنامه ضبط میکنیم میخوام مغرور نباشه. نه شوخی میکنم. آخه ببین خیلی سخته این سوال. یه نفر با یه نفر بخوام کار کنم الان هر کیو بگی واقعا ناراحت میشه. دقیقاً آخه سخته به 2 شدت نفر سخت. رو چون میدونی بگو. چرا من آدم فلکسیبلیم کلا اصلا اینطوریم که با یک نفر که کار میکنم استایل من توی اون موزیک با توجه به استایل اون خودم رو شکل میدم. یعنی اون کرکترم رو اونجا حفظ میکنم. موزیکای خودم یه ذره غربی تر میشه اصلا میزنم اونور تو جاده خاکی میزنم. مثلا با مثال میگم با پوریا که فیت میدم با پوریا کاملا یه استایل دیگه ام. با مهیاد فیت میدم با مهیاد یه استایل دیگه ام. با ممزی فیت میدم یه استایل دیگه ام. کاملا فیتت با پوریا متفاوتم. هنوز نیومده دیگه درسته؟ نه هنوز نیومده. آره پس میشنویم دیگه. قشنگ کشیدم بیرون یکیشو کشیدیم بیرون اینو حداقل. گفته من بودیم. نمیدونستم کی گفتی به کی گفتی؟ پوریا خودش گفته بود. ندیدم. بچه فکر پوریا کردم خودش. زرنگم ولی زرنگ نبودم. نه اگه اینجوری بود اصلا از من نمیتونی حرف بکشی که من میگفتم. خب پس اون یه نفر رو نمیگی که بخوای باش همیشه کار کنی؟ نمیتونم واقعا تصمیم بگیرم. اصلا سوال خیلی واضحی تو ذهنم نیست جوابش. یعنی این سوال ببینم تو بیت پرودوسر خاصی نداری؟ نه من با بچه‌ها کاملا با همه کار فصلی میکنی؟ آره با سامان صادقی کار میکنم با علیرضا ایجی کار میکنم با بچه‌هایی که حالا هستن و نه اینجوری نیست که فقط با یه شخص خاصی حال کنم. ولی بچه‌ها یکی از یکی واقعا خفن‌ترن. آره. بعد چیز میکنی مثلا اول بیت رو میگیری روش مینویسی یا اول مینویسی بعد میری بیت رو روش بزنم؟ ببین بعضی وقتا خب مثلا پیانو میزنم با پیانو یه چیز در میارم با گیتار مثلا یه چیزی در میارم. بیشتر اوقات وقتی که مثلا حالت ایموشنال میخوام شکلش بدم اون کرکتر موزیکمو این کار میکنم بعد میفرستم برای بچه‌ها مثلا میگم اینطوریه. ولی یه وقتایی هم هستش که مثلا فاز موزیک ذره ترپیه اون موقع هستش که رو بیت مینویسم و برای بچه‌ها میفرستم میگم بچه‌ها این بیت رو مثلا بزنید طوریش کنید. آره تو همین استایل مثلا همچین چیزی میخوام. بعد شروع کردی از موزیک
پول در میاد تو این لولی که هستی؟ آره. یعنی به دخترایی که دوست دارن کار کنن پیشنهاد میدی به عنوان شغل؟ ببین هنر کلا به شدت یه چیزیه که واقعا تیری در تاریکیه. 100% درست میگی. متوجه؟ آره. یعنی تو نمیتونی بگی که اصلا الان اگه اینقدر شروع کنم کار کنم 1 سال کار کنم 100% سال بعد میگیره اینقدر پول در میارم. بیزنس اینقدر کاملا نامشخصه و کاملا آنونه از این لحاظ. پیشنهاد میکنم ولی خیلی باید پشتکار داشته باشی، خیلی باید آخه دیدی قوی دیگه الان کنی. توی اینستا ریلزا رو که میبینی همه دخترها در حال یعنی موزیک خوندنن و چیز بدی نیستشا، ولی میخوام مثلا اگه یه حرفی داری بهشون بزنی که کمکشون کنه اون حرفه رو بزنی که داره میخونه بتونه اونطوری که تو یهو ترکوندی اصلا خب خیلی کار کردی. میخوام اون تجربه ها رو بگی، اون مثلا صبره که داشتی، اون پشتکاره، اون یه چیزی که خودت احساس کردی تو این مسیر رو بهشون بگی که به اونام یه کمکی بشه دارن این برنامه رو میبینن. من به کسایی که دارن این برنامه رو میبینن و تقریبا توی شرایط من هستن پیشنهاد میکنم که اصلا تو ذهنتون ددلاین نذارید، اون زمان مشخص نذارید که اوکی من الان اگه انقدر تلاش کنم انقدر دیگه بهش میرسم و اگه نرسم ول میکنم. اصلا اینطوری نیست. من خیلی از دوستان اومدن گفتن لینا من اگه نرسم تا آخر سال ول میکنم. اینجوری هم که بابا اوکی مگه من میدونستم مثلا ردواین من میتره؟ من همینجوری دلی گذاشتم، مثلا مردم لطف داشتن خوششون اومد. ولی این واقعا دیده اشتباهیه که یه نفر بخواد اینطوری با موزیکش تا کنه، با هنرش تا کنه. چون هنر واسه یه هنرمند مثل بچهشه. تو بچت اگه الان مثال میگم مثلا حرف زدن یاد نگیره بشه 4 سالش بازم حرف زدن یاد نگیره، نمیگه اینو برمی‌دارم میندازم اونور یکی دیگه میارم، یا مثلا بگی این اصلا دیگه بچه نمیخوام. نمیتونی که، اونو داریش، تو در وجودت داری، در سرشتت داری. اینو هی باید پرورشش بدی، هی صبر کنی، هی گریه داره، خنده داره، اون بالا داره، پایین داره. خیلی باید صبور باشی و خودتون رو دیولپ بدین. خیلی خودت تلاش شده کنید. گریه کنی از اینکه کارت نگرفته؟ نگرفتنش نه هیچ وقت. مثلا بگی ولی بابا چرا نمیشه، چرا این کار نمیگیره؟ پس نه واسه اینش نه، چون میدونی خیلی دلیه و میدونم بالاخره نتیجه میگیره. از آیندم مطمئنم. تو رو حساب چون بیزینس به این فکر نکرده بودی؟ داشتی میگفتی من این موزیک رو دوست دارم، کار میکنم، در کنارش هم دارم زندگی میکنم دیگه. آره دیگه. خب ببین اولا اصلا من اون موقعی که خب گفتم من از بچگی موزیک کار میکنم، اصلا قرار نبود خواننده بشم و همیشه ترس اینو داشتم که من بخونم. اصلا نمیتونستم، انقدر دختر خجالتی بودم نمیتونستم صدام در نمیاد سلام کنم، اینجوری بهت بگم. ولی خب چون میگم مینوشتم، این نوشتنه خب من مینوشتم برای بقیه. از همون 14 سالگی که من شروع کردم نوشتن، شعر نوشتن، درست. نوشتم برای بقیه و شعر ملودیمو میفروختم و برای آرتیستا از اون سن. ولی هیچ وقت خودم نمیخوندم. وقتی شروع کردم خوندن، اصلا وارد فاز خوانندگی که شدم مسیر من عوض شد. وگرنه میخواستم اصلا پزشک بشم. من رفتم تجربی که دکتر شم، نه اینکه موسیقی ادامه بدم. چون با اینکه مثلا خانواده هنری داریم، خانواده من همیشه مثلا مامانم گفته نه هنر تو ایران نه. ولی مامان من خودش ساپورت میکرده، ولی میگفت رشته دانشگاه بهتره این نباشه. چون من خودم رفتم ویست تو ایران و واقعا هم همینه، چون نمیذاشتن کار کنم. یعنی دولت نمیذاره مثلا دختر خواننده اصلا بیاد بالا مثلا هرچی. و نوازنده بودم، من اصلا نوازنده پیانو بودم. ولی وقتی که این راه افتادم توی این راه، کم کم خودم رو که پیدا کردم، سنم که هی رفت بالاتر تو دوران اصلا بود که من اصلا به خودم اومدم دیدم تنها چیزی که حالمو خوب میکنه اینه که درسم به شدت خوب بود. یعنی مثلا میگفتم من 100% رتبه خوب میارم تو کنکور. یعنی بسته بودم روی این مسئله. ولی خب دیگه احساس کردم که دنیا داره سمت یه چیز دیگه میره و من باید برم سمت علاقم. قمار کردم سرش جورایی، میدونی؟ چون میتونستم الان برم یه درسی بخونم مثلا که میخوام بخونم، ولی اینکه بخوام برم مثلا پزشک بشم، مهندس بشم، اینطوری نه. الان دیگه نه. ولی میگم اون عشقه بود، بیشتر اون عشقی بود، بعد رفت جلو و
تبدیل شد به اون راه اصلیه، اون فاینال مینه. الان یه چیز بین حرفات گفتی واسه بچه‌های دیگه شعر و ملودی می‌نویسی. هنوزم این کارو می‌کنی؟ بله بله. میتونم بدونم از کارهایی که مثلا ما میشناسیم افرادی که هستن واسه کیا نوشتی تا الان؟ ببین فکر کنم درست نیست بگم، شاید خودشون دوست نداشته خیلی باشن، ولی آخه شده. الان میگن مثلا خیلی داریم که تو مارکت الان خودشون رپر هم میخونن مینویسن و دارن میرن به بقیه و اومدن گفتن میگم چیز بدی نیست اگه مثلا نه یکیشو چیز بگی. بدی که نیست، مثلا من خودم پیش اومده تو کارامون چه میدونم فلان کار اون آرتیست بهتر نوشته، مثلا کچی تر درست. بوده اونو گذاشتم، اصلا اشکالی نداره. ولی شاید خودشون بسته حالا پرسونالیتی خودش مثلا بر من مشکلی نیست، ولی دوست ندارم، شاید مثلا دوست نداشته باشم دیگه. ولی شده. کلا بچه نگویی هستی. خیلی راز داری. نمیشه زیر زبونمو بکشی یه ذره. یه شماره حرفم بذار بزن. واسه کسایی که میخوان راز دلشون رو به یه آدم مطمئن بگن. پول امنم مشاوره آره. بگیر. آره تا دلت بخواد. واقعا این کار درسته و تو برنامه ما البته درست نیست. نه دوست پاپ هم گوش ندارم. میدی؟ گوش میدادم قبلا. ببین مامانم یه وقتی که البته مامانم به شدت آدم رپ پرسنیه، خیلی رپ گوش میده، ولی مامانم یه وقتی خب حال میکنه گوش میده، منم گوش میدم دیگه باش. پاپ مجاز ایران دیگه همه چی دیگه. آره. خواننده پاپ ها رو کیا رو دوست داری؟ ببین به نظر من مجید رضوی جزو کسایی که داره خوب فعالیت میکنه، صدای واقعا رسا و گرمی داره و حالا دیدم چیزی که این پیجای من شنیدم کنسرتی خیلی میذارن میگن توانایی اجراش خیلی خوبه. آره توانایی اجراش خیلی خوبه واقعا. و خیلی زیاد اطلاعاتی ندارم راجع به بچهای پاپ زیاد دیگه، ولی به نظر من جزو خواننده‌ایه که مثلا شده کاریو کیپبیلیتی بالایی. بشنوی بعد بگی از روی این کار مدلش بیام شعر و ملودی بزنم؟ نه همه چی خیلی خلاقانه از خودته. آره. چرا مثلا وایب گرفتم و وایب اصلا اشکالی نداره، ولی اینکه بگم شبیه از بغل این بزنم خیلی بدم میاد. البته که ممکنه پیش بیاد، اینم بگم ممکنه خیلی پیش بیاد تو موزیکا که شبیه یه چیز دیگه ای بشه، اصلا موزیک یه آرتیست شبیه یه تیکه شبیه اون بشه. کاملا امکانش هست، چون به هر حال ممکن اصلا به این فکر نکنی تو ناخودآگاه یه جا شنیدی و میاد درسته. ذهن دیگه. آره 100%. آره ولی اینکه از عمد بخوام از بغل چیزی بزنم هیچ وقت. مثلا بگی موزیک مثلا سوگند فلان موزیکش خیلی قشنگ بوده بیام از روش بزنم، یا نه مثلا از روش موزیک مثلا فلان زد بازی مثلا نسیم اومده مثلا تو سیگار صورتی مثلا اینو خونده من بیام از روش مثلا بخونم مثلا یا بیام نه ملودیشو بردارم هیچی. نه نه آره. نه نه نه. چون چون من مثلا خودم آهنگسازی میکنم و مینویسم و اینا، دوست دارم بیشتر اون ساوند خودم باشه. با نرم افزاره چیزام کار میکنه دیگه آهنگسازی. آره آره باری کلا یعنی فول پکیجی کامل مینویسی ملودی در میاری میخونی همه چی رو داری انجام مرسی. میدی. فقط موزیک آره ویدیو دیگه. ازت نداریم که اونم داریم ان شاءالله در به آینده. زودی. آره بابا کارت درست. مرسی متشکرم.